خب به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گرامی. خیلی خوش اومدیم به یکی دیگه از جلسات آموزش رایگان ما. توی این جلسه میخوام در مورد آموزش نصب افزونه یا همون پلاگین رنک مست با هم صحبت کنیم. قبل از این که اصلا برم سراغ نصب رنک مست، اصلا میخوام بهتون بگم افزونه چیه. شاید شما تا الان با این اسم آشنایی نداشتید و الان به یک بار من میگم نصب افزونه، شاید این سوال برای شما به وجود بیاد که اصلا افزونه چیه، پلاگین چیه. ببینید دوستان، همونطور که ما روی کامپیوترمون یه سری نرم افزار نصب میکنیم تا اون کاری که ما میخوایم رو برامون انجام بده، دقیقا روی وبسایتمون هم ما میتونیم با استفاده از یک سری افزونه ها شبیه اپلیکیشن اینها رو روی سایتمون نصب میکنیم تا یک سری کارها رو برای ما انجام بدن. یعنی به خودی خود وبسایت شما که تحت وردپرسه، فرض کنید مثل ویندوز کامپیوترتون، توی لحظه اول که نصبش میکنید خیلی خامه، هیچ چی روش نیست، ولی ما با استفاده از برنامه‌های مختلف میایم یه سری قابلیت‌ها به کامپیوتر خودمون اضافه میکنیم. افزونه یا همون پلاگین توی سایت وردپرسی ما هم همین کار رو انجام میده. حالا هر کسی بستگی به اون نیازی که داره. اگر وبسایتش آموزشیه، مثلا میره سراغ یه سری از افزونه‌ها. اگر سایتش فروشگاهیه، میره سراغ یه سری از افزونه‌ها. هر کسی بستگی به نیاز خودش از یک سری افزونه‌ها توی سایتش استفاده میکنه. اما افزونه‌ای که میخوام در موردش صحبت کنم، بهترین ابزار سئو برای سایت‌های وردپرسیه. حالا به درد چه کسایی میخوره؟ به درد هر کسی که میخواد روی سئو سایتش کار کنه. یعنی هیچ تفاوتی نداره که شما سایتتون فروشگاهیه، سایت آموزشی دارید یا هر چیز دیگه. اگر سئو سایتتون مهمه، بهتره که این افزونه رو شما روی سایتتون نصب کنید. پلاگین ها و افزونه‌های مختلفی برای سئو وجود داره، اما در حال حاضر بهترین گزینه و بهینه‌ترین گزینه همین افزونه رنک مست هست که امروز میخوایم توی این ویدیو با هم نصبش کنیم. من بیشتر از این توضیح نمیدم، بریم سراغ کار عملی. خب دوستان عزیزم، این وبسایتی بود که ما به صورت تستی با هم راه اندازی کردیم و احتمالاً هم شما از همین طریق وبسایت خودتون رو راه اندازی کردید. بریم که با هم پلاگین رنک مست رو روش نصب کنیم. من ابتدا وارد پیشخوان خودم میشم. ببینید وقتی میخواید شما یک افزونه روی سایت خودتون نصب کنید، اینجا توی پیشخوان وردپرستون یک منوی وجود داره به اسم افزونه ها یا همون پلاگین ها. خب اینجا شما از این قسمت میتونید پلاگین هایی که در حال حاضر روی وبسایت شما نصب رو ببینید. یعنی اگر من اینجا کلیک راست کنم، نیو تب بزنم، اینجا شما افزونه هایی رو میبینید که الان روی سایتتون نصبه. مثلا من اینجا 5 تا افزونه نصب شده دارم که هر 5 تاش هم فعاله. خب یعنی شما حتی میتونید یک پلاگین رو نصب کنید و اما غیر فعال باشه، یا اینکه میتونید فعالش کنید. خب پس این قابلیت هم وجود داره. اگر شما خواستید یک افزونه جدید نصب کنید، اینجا روی دکمه افزودن کلیک میکنید و صبر میکنید تا این صفحه براتون بیاد. اینجا شما میتونید لیست همه افزونه هایی که الان روی مخزن وردپرس هست رو شما مشاهده کنید. مخزن وردپرس چیه؟ مخزن وردپرس یه چیزی مثل همون اپ استور گوشی های تلفن همراه خودمونه، یا مثلا مثل گوگل پلی که اونجا کلی اپلیکیشن هست. دقیقا اینجا هم کلی افزونه توی دستبندهای مختلف وجود داره که ما اینجا میتونیم با جستجوی اسمشون اونها رو پیدا کنیم و روی سایت خودمون نصب کنیم. من اینجا میام سرچ میزنم رنک مست و اینتر میزنم. حالا صبر میکنم تا رنک مست برای من بیاد. بله، این پلاگین رنک مست سئو هست که من روی دکمه نصبش کلیک میکنم و صبر میکنم تا نصبش انجام بشه روی وبسایت خودم. خب نصب شد. حالا من اینجا روی دکمه فعال نمایید هم کلیک میکنم تا این پلاگین برای من فعال بشه. پس یک بار نصبش میکنیم، یک بار فعالش میکنیم. به محض اینکه فعال بشه این صفحه برای شما میاد که اینجا میگه توی سایت رنک مست بیا و یه اکانت رایگان بساز، که البته این سایت رنک مست برای آی پی آی ایران در حال حاضر تحریم هست و برای ما باز نمیشه، نیازی هم بهش نداریم. اینجا روی این دکمه کلیک کنید تا از این مرحله به صورت کلی رد بشید.
اینجا از شما میپرسه که میخواید به صورت آسان پلاگین رو نصب کنید یا حالت پیشرفته. من روی همین حالت پیشرفته قرارش میدم و روی این دکمه کلیک میکنم. شما دقیقا همین کارهایی که من انجام میدم رو انجام بدید. خب اینجا میگه که این سایتتون در حال حاضر چیه. اینجا شما میتونید نوع سایت خودتون رو انتخاب کنید. مثلا این سایت الان یک فروشگاه اینترنتیه، پس من اینجا روی فروشگاه اینترنتی کلیک میکنم. اما شاید سایت شما اصلا فروشگاه اینترنتی نباشه، مثلا شما سایتتون شرکتیه یا سایت آموزشی دارید. اینجا بین این گزینه ها میتونید انتخاب کنید، مثلا سایت تجاری کوچک برای شرکت ها، یا میتونید دیگر وبسایت های تجاری رو اصلا انتخاب کنید اگر هیچ کدوم از این دسته‌بندی ها برای شما صدق نمیکنه. در حال حاضر این سایت یک فروشگاه اینترنتیه، من روی فروشگاه اینترنتی نگهش میدارم. اینجا از شما میپرسه که نوع تجارتتون چیه، چی توی سایتتون مثلا میفروشید. خب اینجا شما میتونید انتخاب کنید. مثلا من میخوام لباس بفروشم. خب اینجا مثلا به انگلیسی سرچ میکنم کلوتس، مثلا کلوتینگ استور رو برای من میاره یا منز کلودینگ استور رو برای من میاره. پس شما میتونید اینجا دسته‌بندی خودتون رو سرچ کنید، یا حتی کفش مثلا شو استور. اینجا انواع اقسام دسته‌بندی ها رو داره که میتونید بگردید. حالا متاسفانه اینجا به انگلیسیه، پس باید به انگلیسی هم سرچ بزنید. حوزه کاری خودتون رو بگردید، اگر بود پیدا کنید. حالا مثلا حتی گزینه‌های خیلی جزئی مثل سالن ناخن رو هم حتی داره و اینجا کلی شما دسته‌بندی میبینید. خب کتابخونه، هتل، هاستل، انواع کسب و کارها رو اینجا داره، حتی پیست اسکی مثلا. خب پس بگردید اینجا حوزه خودتون رو انتخاب کنید. حالا 1% فرض کنید اون حوزه شما اصلا اینجا نیست، اوکی، روی همین حالت ارگانیزیشن نگهش دارید. پس اگر حوزتون اینجا نبود و نتونستین پیداش کنید، روی همین حالت ارگانیزیشن بذارید باشه. و اینجا هم خودش گفته اگر نمیتوانید یک مورد را پیدا کنید، روی همین حالت سازمان یا ارگانیزیشن یا تجارت محلی قرارش بدید. تجارت محلی هم همون لوکال بیزنس هست. پس این دوتا گزینه در صورتیه که شما نتونید حوزه کاری خودتون رو پیدا کنید. حالا اگر اسم حوزه کاری خودتون رو هم نمیدونید، به انگلیسی توی گوگل ترنسلیت میتونید از گوگل ترنسلیت فارسی رو بنویسید، انگلیسی رو تحویل بگیرید، اینجا بیاید قرار بدید. معمولا هم یک کلمه‌ای بزنید کفایت میکنه. خیلی هم مهم نیست، یعنی درگیرش نشید که حالا اگر پیداش نکردم نمیدونم چه اتفاقی میفته. اصلا خیلی درگیرش نشید. من توی 99% همین ارگانیزیشن رو میذارم و ازش میگذرم. خیلی درگیر این موارد نشید. اینجا اسم وبسایتتون رو ازتون پرسیده که چه اسمی میخواید برای وبسایتتون انتخاب کنید. البته که شما توی راه اندازی وبسایتتون اسم وبسایت خودتون رو انتخاب کردید، اما اینجا از شما میخواد در واقع بپرسه که مطمئن بشه. خب توصیه من اینه که اینجا اسم برند خودتون رو بنویسید. مثلا فروشگاه الماسه، دیگه نیازی نیست اینجا کلمه فروشگاه رو شما استفاده کنید، مثلا بنویسید همین الماس. خب فرض کنید اسم برند منه، یا مثلا اسم برند من سئو پرشین، دیگه نمی‌نویسم سایت آموزشی سئو پرشین، اینطوری نمی‌نویسم. من فقط می‌نویسم چی؟ می‌نویسم سئو پرشین. همین کفایت میکنه، خیلی درگیر این مورد نشید. پس حالا اینجا من پیشفرض فروشگاه الماس رو می نویسم چون که اسم این قالب بمونه، اما شما اسم برند خودتون رو بنویسید. مثلا بنویسید دیجیکالا، مثال اسم برند خودتون رو اینجا شما بیاید و بنویسید. خب من اینو دوباره برمیگردونم به همون فروشگاه الماس. نام جایگزین وبسایت رو نمیخواد بزنید، نام شخص یا سازمان همین اسم وبسایتتون رو قرار بدید و اینجا لوگو خودتون رو انتخاب کنید، لوگویی که روی وبسایتتون آپلود کردید. اگر نکردید که باید یک لوگو برای خودتون آپلود کنید. من بگردم ببینم، این لوگوی سئو پرشین بود که مثلا من عنوان تست اومده بودم روی این وبسایت قرار داده بودم. خب همین رو انتخاب میکنم و میگه تصویر پیشفرض، اینو هم نیازی نیست. خب روی ذخیره و ادامه کلیک کنید.
توی این صفحه هم بیاید پایین روی ذخیره و ادامه بزنید. خب اینجا نقشه های سایت رو برای شما میاره. یه چند تا نکته داره. اگر سایتتون فروشگاهیه این تیک دسته های محصولات رو حتما بزنید. سایر موارد نیازی نیست. این بلوک های HTML هم اگر توی لیست شما بود خاموشش کنید، اگر نبود هم ازش بگذارید. نمونه کارها رو هم ترجیحاً میتونید خاموش کنید اگر سایتتون فروشگاهیه. صفحات فرود و سایر موارد اوکیه. روی ذخیره و ادامه کلیک کنید تا برید صفحه بعد. اینجا هم همه تنظیمات اوکیه. روی ذخیره و ادامه کلیک کنید. خب اینجا باز بیاید روی دکمه راه اندازی تنظیمات پیشرفته کلیک کنید. از این مرحله بگذرید. این تیک رو حتما فعال کنید چرا که یک گزینه مهمه توی وبسایت شما. حالا بعدا بهتون میگم که داستانش چیه و این تغییر مسیرها چی هستن. روی ذخیره و ادامه کلیک کنید. همه این تنظیمات پیشفرض اوکیه. روی ذخیره و ادامه کلیک کنید. ببینید من خیلی سریع ازشون رد میشم چرا که شما واقعا الان نیاز نیست درگیر این موارد فنی بشید. من میخوام مواردی رو بهتون بگم که سریع اجرا کنید و توی وبسایتتون نتیجه بده. البته اینو هم براتون توضیح بدم. این پلاگین رنک مس قرار نیست معجزه کنه توی وبسایت شما، فقط بهتون کمک میکنه و یه سری تنظیمات رو به صورت اتوماتیک انجام میده. این شمایید که باید با استفاده از محتوایی که روی سایتتون میذارید اون معجزه رو رقم بزنید. پس این پلاگین رنک مس در واقع یه جورایی دستیار شماست. پس کار ما رو در واقع راحت تر میکنه، اما قرار نیست معجزه کنه. قرار نیست شما این پلاگین رو نصب کردید نتایج خفن بگیرید، بلکه این شمایید که با استفاده از محتوایی که روی سایتتون میذارید در واقع اون نتایج خفن رو خلق میکنید. حالا چند تا تنظیمات دیگه مونده. من میخوام براتون توضیح بدم که این تنظیمات رو هم انجام بدید. دلیلش رو اصلا الان نپرسید و نیازی هم نیست که بدونید. در آینده انشالله اگر شما قصد داشتید یک سئو کار حرفه‌ای بشید شما خودتون متوجه میشید که چرا این تنظیمات رو ما الان انجام دادیم. صرفا من برای کسب و کارها و این بیزینس هایی که الان شما دارید من دارم این آموزش ها رو ضبط میکنم و این مواردی که بهتون میگم در واقع کار شما رو خیلی ساده تر میکنه. خب الان پلاگین رنک مس روی سایت من نصب شد. من اینجا اسکرول میکنم پایین، یه بخش داره به اسم سئو تصاویر. این تیک رو روشن کنید حتما. بعد از اینکه روشن شد روی دکمه تنظیماتش کلیک کنید تا وارد این صفحه بشید. این گزینه رو فعال کنید. هر چی که اینجا هست پاک کنید. روی این فلش کلیک کنید. حالا بیاید پایینتر و تایتل رو انتخاب کنید. میبینید نوشته تایتل. اینو من انتخاب میکنم و این پایین هم دوباره این رو روشن میکنم. هر چی که اینجا هست رو پاک میکنم. میبینید خالیه. خب اینجا دوباره کلیک میکنم، میام پایین و تایتل رو انتخاب میکنم. حالا روی دکمه ذخیره تغییرات کلیک میکنم. این از این. دوباره میام اینجا توی منو، میبینید یه منو جدید اینجا اضافه شد به اسم رنک مس سئو. اینجا روی پیشخانش من کلیک میکنم. کار بعدی که باید انجام بدید بیایید اینجا روی عنوانها و متاها کلیک کنید. بیاید پایینتر توی بخش صفحات دیگر اسکرول میکنید پایین. این دوتا تیک رو روشن کنید و دکمه ذخیره تغییرات رو بزنید. به همین سادگی. دوباره برگردید به پیشخوان رنک مس. ببینید در حال حاضر تا الان شما تونستید رنک مس رو به صورت موفقیت آمیز روی سایتتون نصب کنید و یه سری تنظیمات مهمش رو انجام بدید. حالا اینکه چطوری بخش‌های مختلف رنک مس کار میکنه و چطوری ما میتونیم توی محتواهامون از رنک مس استفاده کنیم این میمونه برای یک جلسه دیگه. اما یه نکته مهم رو میخوام بهتون بگم. اگر در حال حاضر شما همه ویرایش های روی سایتتون که نیاز بوده رو انجام دادید، یعنی این محصولات پیشفرضی که ما روی سایت داشتیم رو شما تغییر دادید، محصولات خودتون رو قرار دادید، عکس ها رو عوض کردید، لوگو رو عوض کردید و هر چیزی که اینجا بوده مربوط به در واقع محتوای پیشفرض غالب بوده رو شما تغییر دادید،
شما باید یک کار دیگه هم انجام بدید. پس اگر تا الان این موارد رو تغییر ندادید یا یه بخشایش رو تغییر دادید، یه بخشایش مونده، شما نباید این کار رو انجام بدید. خب در صورتی صرفاً که همه محتواهای روی قالب رو شما تغییر داده باشید و وبسایت خودتون رو کامل کرده باشید، این گزینه‌ای که الان بهتون میگم رو باید انجام بدید. خب من میام توی پیشخوان وردپرسم، بذارید برگردم از اول. میام توی پیشخوان وردپرسم، یک گزینه اینجا هست توی بخش تنظیمات رو پیدا کنید. اینجا تنظیمات، خواندن. ببینید این قالب رو که من براتون قرار دادم و شما از این قالب استفاده کردید، وبسایت خودتون رو ساختید، من به صورت پیشفرض این تیک رو روشن کرده بودم. دلیلش هم این بود که شما وقتی وبسایتتون رو راه اندازی کنید با استفاده از این قالب، اینجا کلی محتوای پیشفرض توی این قالب وجود داره و گوگل نباید به هیچ عنوان این محتواها رو روی وبسایت شما ببینه، بلکه باید محتوای خودتون رو ببینه. باید تصاویر محصولات شما یا حالا مقالات، هر چیزی که هست مربوط به وبسایت خودتون باشه. به همین دلیل من اومدم این تیک رو به صورت پیشفرض روشن کردم تا محتوای شما توسط گوگل فعلا دیده نشه. اما هر زمان که اطمینان حاصل کردید که همه محتواهای پیشفرض روی سایت تغییر کرده و شما محتواهای خودتون رو قرار دادید، باید بیاید توی تنظیمات خواندن و این تیک رو خاموش کنید و روی دکمه ذخیره تغییرات کلیک کنید. حالا از این به بعد محتوای این وبسایت برای گوگل قابل رؤیته و گوگل میاد این محتوا رو میخونه و توی نتایج خودش به مرور نمایش میده. پس این تیک رو شما باید خاموش کنید اگر همه محتوای روی سایتتون اوکی. اگر اوکی نیست، همچنان این تیک رو روشن نگه دارید. اینم از این مورد. پس مواردی که توی این جلسه بهتون گفتم خیلی مهمه برای وبسایتتون. انتظار نداشته باشید که الان این تنظیمات معجزه کنه. صرفا یک سری تنظیمات پایه است که باید برای وبسایتتون فعال بشه و پلاگین رنک مست بهترین پلاگین سئو در حال حاضر برای وردپرس هست که ما الان یاد گرفتیم چطوری روی وبسایت خودمون نصبش کنیم. خیلی ممنونم که تا اینجا این ویدیو رو مشاهده کردید. امیدوارم این جلسه براتون مفید بوده باشه. با من همراه باشید در ادامه آموزش‌ها. فعلا خدا نگهدار.